خانم ها آقایان سلام، دکتر مافی هستم، متخصص جراحی جنرال و لاپاراسکوپی در بیمارستان پیامبران. چند کلمه راجع به چاقی و انواع چاقی و درمان اون میخوام با شما صحبت کنم. برای تعریف چاقی در سطح جهانی یک ایندکس یا شاخصی تعریف شده که بر مبنای اون طبقه بندی میکنیم انواع چاقی رو. اون ایندکس رو بهش میگیم BMI Body Mass Index یا شاخص توده بدنی که از تقسیم وزن بر مجذور قد به دست میاد یک عددی. اگر اون عدد بین 25 تا 30 باشه فرد چاق نیست بلکه اضافه وزن داره و در این مرحله توصیه اکید میشه به رژیم غذایی و ورزش. اگر عدد بین 30 تا 35 باشه چاقی درجه اول محسوب میشه. اگر چنین فردی بیماری زمینه دیابت داشته باشه کاندید جراحی محسوب میشه. در غیر این صورت مجددا توصیه میکنیم تحت نظر متخصصین محترم تغذیه و همکاران پزشک متخصصین طب ورزشی رژیم غذایی و ورزش داشته باشند تا وزن خودشون رو کاهش بدن. چنانچه عدد بین 35 تا 40 باشه در این مرحله چاقی درجه 2 محسوب میشه و اگر بیماری همراهی مثل بیماری های قلبی، فشار خون، دیابت، نقرس، دیسک کمر یا هر گونه بیماری ناتوان کننده در کنار این عدد باشه، در کنار این چاقی باشه، این بیماران هم کاندید جراحی هستند. اگر عدد بالای 40 باشه ما به این نوع چاقی درجه 3، چاقی مرضی، چاقی کشنده یا چاقی مفرط میگیم و این بیماران بدون هیچ بیماری زمینه‌ای هم کاندید جراحی چاقی هستند. بهترین و مناسبترین توصیه‌ای که برای بیماران چاق یا دارای اضافه وزن میشه ورزش و تغذیه مناسب هست. اما در افرادی که BMI اونها بالای 40 هست و بیماری زمینه‌ای هم همراه داشته باشن مثل بیمارانی که دیسک کمر یا درد زانو دارن به این افراد خیلی توصیه نمی‌کنیم ورزش کنید. اینها رو کاندید جراحی می‌کنیم و اونها با این جراحی کمک می‌کنیم وزنشون کاهش پیدا کنه. به وزن مناسب که رسیدن در اون صورت امکان ورزش کردن و زندگی عادی رو خواهند داشت. بنده مفتخر هستم به عنوان کوچکترین عضو جامعه جراحان ایران در بیمارستان پیامبران در کنار سایر همکاران و در سایه مدیریت محترم بیمارستان حاج آقای آل علی با در واقع تهیه بهترین و بروزترین تجهیزات لاپاراسکوپی و به خصوص دستگاه لاپاراسکوپی که اخیراً تهیه شده، آخرین ورژن این دستگاه در سطح دنیا هست و اولین دستگاه در این بیمارستان هستش که مشغول انجام وظیفه و خدمت رسانی به هموطنان و بیماران محترم هستیم. از اینکه به عرایض بنده گوش دادید تشکر میکنم.